70-80 سال پیش همه اسب داشتن و فقط پولدارا ماشین داشتن، ولی الان همه ماشین دارن فقط پولدارا اسب دارن. 30 سال پیش هر کی شهرنشین بود پولدار بود و هر کی روستانشین بود فقیر، ولی الان هر پولداری یه باغ و باغچه میخره و اسمشو میذاره ویلا. یه زمانی هر کی خونه‌شو لوله کشی گاز میکرد به همه فخر میفروخت، ولی الان کافیه یه چای زغالی پیدا کنن سریع عکسشو میذارن استوری. اون زمان هر کی با لباس محلی تو خیابون میگشت بهش میگفتن امول، ولی الان اجاره یک شب همون لباس محلی چند میلیون تومنه. اون زمان اگه یه پدر دخترشو تو باغ خودش شوهر میداد بهش میگفتن دخترشو با گدایی راهی خونه شوهر کرد، ولی الان لاکچری ترین عروسی ها تو همین باغ ها برگزار میشه. دنیا به همین سرعت رنگ عوض میکنه.